سلام. میخوام بهتون برجسته کردن لباس رو یاد بدم. میتونید باهاش لباس ببافید، میتونید باهاش کلاه یا شال یا هر چیزی ببافید. من یه تعدادی زنجیر زدم و یه رج پای بلند بافتم. رج دومم رو دارم شروع میکنم. برای رج دوم نخ از زیر میگیرم و یه پای بلند میبافم. 5 تا دونه رو اینجوری میبافم، یعنی نخو میگیرم میبرم زیر یکی از پایه ها و یه پای بلند میبافم. 5 تا. بعد 3 تا از زیر میبافم. مجدد بعد از این 3 تا دوباره 5 تا رو میبافم، به همین ترتیب تا پایان رج دوم. 5 تا زیر، 5 تا رو، 3 تا زیر، 5 تا رو، 3 تا زیر تا آخر. اینطوری که 3 رج پشت هم ببافید یه حالت برجسته طور بهمون میده. 3 رج به همین ترتیب میبافیم. رج 4 ساده میبافیم. یه جوری فیلم گرفتم که برجسته هاشم مشخص باشه.
دوباره رج سوم همین کار رو تکرار میکنیم. رج بعدی هم همینطور، 4 رج همینطوری میبافیم. رج پنجم رو ساده میبافیم، یعنی دیگه زیر و رو نمی کنیم، یه رج کلی ساده میبافیم. و رج ششم این کاری که داشتیم میکردیم رو برعکس انجام میدیم، یعنی ما اول اینجا با 5 شروع کردیم، 5 تا رو 3 تا زیر، بعد 3 تا زیر میبافیم 5 تا رو که برجسته هاش جاهاشون برعکس بشه و بافتمون شکل پیدا کنه. خب همینطوری این تا اینجا رو میبافیم، 4 رج رو میبافیم، رج پنجم رو ساده میبافیم، دوباره از رج ششم جای اینا برعکس میشه. من یه دونه لباس داشتم میبافتم و اینم ادامشه. این طرح روی لباسشه که برجسته شده، 4 رج اینجوری، رج ششم هفتم هشتم برعکس همین.